سلام دوستم من میدانم زندگی تلخ است، دشوار است. از دنبال زندگی ناتوان و سرگردان میگردی، دنبال پول، دنبال مال، دنبال دنیا میگردی. اقلا در یک ماه یک بار دوستانت را به یادت بیار، زنگ بزن، بپرس دوستم چه حال داری. شاید دوستی تو امروز در دشواری ها باشد، شاید خداوند همون صحیفه زندگی بر او کشاده باشد که دوستی تو امروز از همه ده نادارترین، غمدارترین، بیچاره ترین باشد. تو یک بار خبرش بگیر، بگو دوستم چه حال داری، او خوشحال میشد. با اصطلاح تاجیکا یک کرته گوشت میگیرد. دوستم بی‌مهر مباش. میدانم پول داری، مال داری، گاهی از ما واری مردمی بیمال یاد کن، بپرس از حال ما. اون دوستایی که خداوند به قسمت و به تقدیر و به نقشه خود اونها رو نادار کرده است، باری از اونها خبر بگیر، احوالش را بپرس، زیرا خداوند روز اون مال و دولتی تو را از دستت میگیرد، ناتوان و نادار میشوی. دوستم به خدا محتاج یک درهمی تو نیستم. دوستم به خدا محتاج دوستم به خدا محتاج یک زنگ و علاقه تو نیستم، اما یک ناموس دوستی مرا ویران میکند که از تو بار سخن گویم و از احوالت بپرسم، اما هر باری زنگت میزنم تو یک باروی درشت گپ میزنی، من خجالت میشوم. به خدا چند بار بعد از خاموش کردن تلفنم اشک ریختم، گفتم دوستی من اینقدر بی‌مهر شده است. دوستم به خدا خطا میکنی. دوستم گفتم گو روزی میشد که خداوند دولتت را از دستت میگیرد. فقط یک بار از من، برای من از تو یگان چیز لازم نیست، فقط یک بار بگو دوستم خوب هستی، چه حال داری، این کافی است. دوستان زود از دوستان خود خبر گیرید. هر کسی میشنود، کسی را دوست می‌دارید، اون شخصی را که احترام میکنید یا اون شخصی که شما را دوست میگد و شما را احترام میکند، کوشش کنید جان دهید، اما اونها را از دست ندهید.